زردچوبه یه ماده فعال داره به اسم کرکومین که کپسولاش توی داروخونه هست. خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی داره. زردچوبه میتونه به کم کردن التهاب و اکسیداتیو استرس تو کبد کمک بکنه. مصرف 2 گرم در روز میتونه به کاهش آنزیم‌های کبدی و کاهش سطح تریگلیسیرید، کلسترول کمک بکنه. یادتون باشه کمک بکنه. بدن ما به سختی میتونه کرکومین رو جذب بکنه، ولی اگر زردچوبه رو با فلفل سیاه بخوری جذبش تا 2000 برابر بیشتر میشه. اگر سنگ کیسه صفرا داری، زردچوبه میتونه باعث درد بیشتر بشه چون انقباض کیسه صفرا میده. اگر داروی رقیق کننده خون میخوری، زردچوبه میتونه خونریزی رو افزایش بده. دیابتی ها، خانم های باردار و شیرده و افرادی که گاهن رفلاکس معده دارن هم باید در مصرفش خیلی احتیاط بکنن. اگر به دنبال یک راهکار قطعی و تضمینی هستی،